سلام رفقا، خوش اومدید به این قسمت از برنامه و این ویدیو. همونطور که توی تامل دیدید ما قراره به صورت تصویری این دفعه بشینم جلوتون واو به واو اسپویل قسمت 80 تا 90 رو انجام بدم براتون. حالا این وسط تا 80 هم میگم چه اتفاقایی میفته. بعد قبل از همه چی خواستم ازتون تشکر کنم. اگر الان اینجا یه ذره انرژیم بهتره نسبت به صبح که اون اتفاق اول روز واسم افتاد که حتما در مطلعید، حالا واسه اون دوستانی که اطلاع ندارن و برای اولین بار دارن ویدیو ما رو میبینن، میخواستم یه توضیح کوتاه بدم بچه‌ها. امیدوارم که صبوری کنید. و این قضیه اسپویلم چون تصمیم گرفتم به عنوان اولین ویدیو دوباره بذارم، توضیح میدم چرا. و کلی نکته هایی بوده که توی اون ویدیویی که وایرال شده از من فقط صدام هستش و خودم جلوی تصویری نیستم، خواستم که کاملتر توضیح بدم و چهرم هم معلوم باشه. اول از اینجا شروع کنیم که خب چه اتفاقایی افتاد. ما اومدیم توی ویدیویی که دیشب توی چنل سامان شو قدیم و یعنی اون پیج چنل اولم و که 1000 خورده 1100 تا 1200 تا نمیدونم الان چقدر شده، چون انقدر حالم بد شده دیگه نگاهش نمی کنم. اون چنل اول اومدیم ویدیو آخری که آپلود کردیم تحلیل قسمت حالا 72 بود اگه اشتباه نکنم. توش مثلا خب یه سری چیزها رو گفتیم، بعد یه سری تاختیم به شاهین، تناز، علی و دکتر ماهرخ و همه رو تقریبا من پرداختم بهشون، ترانه، محبود و حالا خب یه سری هم داستانه درباره علی گفتم که وعده‌ای که داده بودم، یعنی امروز قرار بود شما ویدیویی رو ببینید که همتون هم دنبالش بودید، همه توی کامنت ها ازم خواستید که این ویدیو رو بدم بیرون، اونم بهتون توضیح میدم. فقط خواستم این اولش بچه‌ها همه این خواهش رو از تک تک شمایی که تا اینجای ویدیو رو حداقل دیدید میکنم. آقا این ویدیو خیلی طولانیه و ویدیوهایی که توی چنل من گذاشته میشه طولانیه، مدت زمان شاید 1 ساعت طول بکشه. اگر نمیتونید ببینید همین الان برید بیرون. چرا؟ چون ببینید قضاوتای بیجا میکنید بعضیاتون، واقعا ناحق قضاوت کنید. من اومدم کامنت ها رو خوندم، اومدی میگید تو معلومه مثلا طرفدار فلانی، چرا به شاهین گیر نمیدی، چرا به تناز گیر نمیدی؟ که بابا 20 دقیقه اگه جلوترش رو نگاه میکردی من شاهین رو رنده کرده بودم، یعنی سوزوندمش. یا چرا به تناز میگی من گفتم تو همون ویدیو، یا نمیدونم چرا به فلانی نمیگی، مثلا به تناز نمیگی، ببخشید به ترانه نمیگی، باز گفتم. چرا به علی نمیگی، گفتم. بچه‌ها لطفاً یا تا آخر ویدیو رو نگاه کنید، یا اگر قراره همین 5 دقیقه اول نگاه کنید، جبهه بگیرید رو حرفی که اول ویدیو من میخوام بزنم، لطفاً اصلا ویدیو رو نگاه نکنید. این خواهش منه دوستانه. ببینید من اصلا دنبال این نیستم که بخوام بگم یه سری افراد رو به زور بخوام مخاطب خودم کنم، اصلا دنبال این چیزا نیستم. کسایی که عشق دادن به من، انرژی دادن، من ممنونشونم. انقدی خفن بودید که از ظهر وقتی من اعلام کردم که آقا چنل اونی اتفاق واسش افتاده، تو کمتر از 3 ساعت 4 ساعت 200 تا سابسکرایب دوباره چنل جدیدی که گذاشتم ساب شد. یعنی چنل تلگرام گذاشتم و توی یوتیوب اومدم اون پستی که گذاشتم زیرش یه کامنت گذاشتم، پیجمون رو گذاشته بودم، چنل جدید لینکش رو گذاشته بودم، 200 نفر ساب کردن که در از 300 400 نفر بوده. حالا سابا میریزه متاسفانه واسه ایرانیا، کسایی که داخل ایران میبینن، چون وی پی ان و آی پی ثابت نیست اکثرا ساباشون میریزه، بات شناخته میشن و میریزه. پس این خواهش من از شما مخاطب عزیزی که یه جبهه طرفداری هم به یه طرف دارید، حالا چه میدونم طرفدار تنازی، شاهینی، نمیدونم طرفدار نگاری، طرفدار ایکسی دیگرگی، یا تا آخر ویدیو با من همراه باشید، یا این که اصلا کلا ویدیو رو نبینید، برید بیرون. از همینجا، از اینجا استاپ بده ویدیو رو، برو بیرون عزیزم، دور سرت بگردم. من نیازی ندارم که شما که اصلا صبر نمی کنید گوش بدید موضوع رو، میایید نقدای اونجوری میکنید، توهین به من، توهین به خانواده من، به پدر مادر من که اصلا فوت شدن دارید میکنید بعضیاتون. که اوکی ها، من اصلا به دل نمیگم، من میگم به بقیه فوش ندید یا توهین نکنید،
اوکی بعضی هم حالا تعدادشون هم کم بود، البته اینم بگم زیاد نبودن، ولی خب میخونم، من تمام کامنت ها رو میخونم، اگر همه هم جواب ندم یه لایک میکنم دیگه، توهین طرف رو نمیام لایک کنم ولی قطعا میخونم، تمام تک تک کامنت ها رو میخونم و اینا. بریم سر موضوع ویدیو. آقا ما امروز میخواستیم ویدیو علی رو بگیریم دیگه، که رنده علی رو بزنیم. همینجا عذرخواهی میکنم ازتون به خاطر اینکه ببینید، اولا که ویدیوشو من شروع کردم ضبط کردم، بهتون گفتم چون پارت به پارت دارم میرم جلو، یه ذره سخت این ویدیو، چون مطمئنم این ویدیو وایرال میشه و خیلی واسه مهمه که کیفیت ویدیو خیلی بالا در بیاد. به خاطر همین کیفیت که منظورم از تصویربرداری یا اینا نیست، یعنی اینکه اون لپ مطلب رو ادا کرده باشم، اون مثلا اون مفهومم رو رسونده باشم دقیق، و خیلی بر کلمات دقت کنم، روی یه سری کلمات خب بالاخره یوتیوب حساسه، نمیتونم به کار ببرم که این شخصم تو زندگیش خیلی گند داره، خیلی گند و داستانها داره که میپردازم بهش و قول بهتون میدم، همینجا قول بهتون میدم. من دیشب شاید یه ذره هیجان زده اعلام کردم که فردا ویدیو میاد بیرون، عذرخواهی میکنم، ولی الان بهتون در کمال آرامش قول میدم نهایتا 2 الی 3 روز دیگه اون ویدیو میاد بیرون. خب این تا اینجا. ولی خب کدا رو دادم دیگه، تو اون ویدیوه نیستش. باز اگه کسی نمیدونه علی عشق ابدی، نه، از این به بعد بهش بگید بنیامین پاکزاد. اگر بخواد زیرش بزنه میتونید برید لایو یوتیوب خودش رو نگاه کنید که دیروز بود، اتفاقا ما دیروز پریز این داستان رو گفتیم، یعنی کم کم انداختیم سر زبون و بنیامین پاکزاد بنیامین پاکزاد. یکی دو تا دوستای خودمون رو فرستادیم تو لایوش، زیر لایو یوتیوبش نوشتم بنیامین پاکزاد بنیامین پاکزاد، و برید اون لحظه قیافه علی رو ببینید که هول میکنه یه دفعه، آره من اصلا بنیامین پاکزادم که چی، مثلا من وقتی که اینجا خواستم مدرک بگیرم اسمم عوض کردم، ایرادی نداره دیگه، میگم مشخص میشه دیگه. حالا من صحبتی که میکنم سعی میکنم فکتا رو بذارم بغل هم، شما مخاطبم اصلا مجبور نیستید حرف من قبول داشته باشید، میتونید تحقیق کنید، میتونید با اون نگرش خودتون به حرفای من گوش بدید، به حرفای اونم گوش بدید، و امیدوارم که درست انتخاب کنید که من دارم اینجا راست میگم یا کسای دیگه. آیا من گاری دارم، یعنی سایدی دارم؟ اون موقع میتونید تشخیص بدید. شما وقتی عملکرد منو یه 10 روز اجازه بدید، 10 تا ویدیو از من ببینید، بعدا تشخیص بدید که آیا من ساید دارم یا نه. از همون اول خیلی زشته بخوایم همدیگه رو قضاوت کنیم، خیلی زشته. ببینید یه سریا گارد دارن اومدن مثلا کامنت گذاشتن، من این ویدیو حالا میریم جلوتر اسپویلر رو بهتون میگم، ولی میخوام توضیحات بدم که بدونید یکی از چیزایی که منو هی داره استاپ میده، میگه آقا این داستان علی اصلا ولش کن، تو چیکاره ای؟ این کامنت هایی که بعضیا میگن تو داری به تو چه ربطی داره علی، تو چرا مثلا شاهین رو نمیگی، چرا بیساری رو نمیگی، چرا فلانی رو نمیگی، چرا محمود رو نمیگی، هزاران اسم میاد. یا تو ویدیوی دیروز اومدن میگن تو قسمت 92 داری نقد میکنی، چرا درباره نگار نگفتی؟ آقا نگار اصلا نبوده تو قسمت 92، من چیشو نقد کنم؟ برادر من، خواهر من چیه نگار رو تو قسمت 72 نقد کنم وقتی حضور فیزیکی نداشته ایشون؟ آقا من 1000 بار نگار رو کوبیدم، 1000 بار طناز رو کوبیدم، اگر تا الان نتونستم بهت ثابت کنم، این پس یا مشکل منه که نتونستم به شما ثابت کنم، یا برمیگرده به این گاردی که شما جلوی نگاهتون دارید، نمیتونید نگاهتون رو مثلا بپذیرید، این دیدگاهتون نمیشه ازش رد شد، یه چیزی رو گذاشتید جلوش سده، من نمیتونم از روی این عبور کنم دیگه، یعنی تقصیر من نیست، من با صراحت کامل میگم سایدی ندارم. حالا این میخواد باورپذیر باشه برای شما، میخواد نباشه، مشکل نداره، من کارم ادامه میدم. ولی گفتم تو این ویدیو حتما صحبتشو بکنم، حالا تا ویدیو علی هم کامل بخواد بشه ضبطش. یه بحث دیگه ای که مثلا اومده بودید گفتید که چنلت بسته شده، خوشحالیم، حقته. چرا حقمه؟
در ادامه نوشته، من همون جمله اولش گفتم چرا حقمه، بعد در ادامه نوشته بودید شما دارید زحمت‌های یه کارگردانی که این همه زحمت کشیده برای این ریالیتی شو دارید هدر میدید و دارید خیلی رایگان اسپویل میکنید و اینا. میگم دیگه دیدگاه متفاوته. حالا من میام از دیدگاه خودم جواب شما رو میدم. امثال شما که کم هم نبودید و این مدلی خیلی کامنت داشتیم اتفاقا. دوست عزیز، برنامه‌ای که از قسمت 30 علیرضا نامزد سابق ترانه اومده تهشو اسپویل کرده، فقط تهشو. شما این میگید برنامه رو علیرضا اسپویل کرده، مثلا تو دیگه داری چی رو اسپویل میکنی؟ اونم فرقشو بهتون میگم. علیرضا فقط یه برنده تهشو گفته. من قسمت به قسمت دارم بهتون میگم، قسمت به قسمت. یه سری تا بودید از علیرضا داری خط میگیری، نمیدونم از سیاوش داری خط میگیری، از نمیدونم از شاهین داری خط میگیری. بابا من اگه شاهین خط بگیرم که چرا اینجوری دارم میکوبمش؟ یا از سیاوش فلان اینا. آخه یه ذره فکر کنید بچه‌ها، یه ذره باهوش باشیم. میخواید بدونید من کی دارم آمار میگیرم؟ خودم بهتون کد میدم، یه ذره باهوش باشید میفهمید. آقا یه کد میدم، امکان داره حالا گرونم واسم تموم شه دیگه. حالا سیزن 1 اتفاقا سیزن 2 ایشون با اونا کار نمیکنه، واسه من مشکلی نداره اون یه نفر اگر چیز شه. ببینید مثالی که به واسهتون میزنم کده، بچه دقت کنید، لطفا دقت کنید. روزی که من اومدم گفتم 3 روز قبل از یا 2 روز قبل از اینکه نگار داداشلو بخواد ورود بزنه به این برنامه، من اومدم گفتم نگار داداشلو ورود میزنه. بعد گذشت دیدم همه دارن میگن نگار داداشلو نگار داداشلو، یکی دو تا پیج توی این اینستاگرام اون موقع مثلا خیلی وایرال میشد و اینا. اون من اصلا پیج چنل یوتیوب نداشتم که خیلی از شماهایی که توی اینستاگرام ما رو دنبال میکردید منو پوش دادید، توی تلگرام دنبالمون میکردید پوش دادید که آقا توی یوتیوب بذار، تو باید توی یوتیوب فعالیت کنید. منم به خاطر دل اونا شروع کردم، بعد دیدم چقدر داریم دوستامون بیشتر میشیم و لذت بردم و قطعا ادامه میدم با قدرت. اصلا هم حرفای شما دیگه واقعا ترمز من نمیکشه. اگه اول ویدیو گفتم مثلا یه ذره استاپ داره بهم میده، گفتم میام صحبتامو تو روتون باهاتون انجام بدم و سنگامو باز بکنم که دیگه دینی به شما حداقل دین شما دیگه گردن من نباشه. فقط میخوام بهتون بگم من اومدم 2 روز قبلش گفتم نگار داداشو ورود میزنه تو پیجای اینستاگرام، همه گذاشتن، یکی دو تا پیج وایرال شد. بعد دیدم همه دارن گردن میگیرن که مثلا اینا اولین نفر گفتن و اینا. من اومدم چیکار کردم؟ ببینید دقت کنید، اینجا اون کد است که دارم بهتون میگم، دیگه دارم خط میکشم زیرش 3 تا. امروز ساعت 5 بعد از ظهر من اومدم، مثال میگم، امروز روزیه که ساعت 9 شب قراره قسمتی پخش بشه که تو تیزرش که میخواد نشون بده فردا، تیزر فردا رو میخواد نشون بده. خب نشون میده که نگار داداشلو داره ورود میزنه. من ساعت 5 یعنی 4 ساعت قبل از پخش اون قسمت که تو تیزرش نگار داداشلو داره ورود میزنه رو نشون میده، اومدم گفتم نگار داداشلو با لباس قرمز ورود میزنه. تمام. من از کجا میدونستم که تیزر قرار اون لحظه پخش بشه، تو اون روز پخش بشه؟ یا محدثه همینجوری شد. مثال دیگهش علی و زهرا ورودش رو همین شد. بچهای تلگرام شاهدن، میتونن ازشون خواهش میکنم بچهای تلگرام، شما که شاهد این صحنه ها بودید، بیاید بنویسید که حداقل اسمایی هم میارید، اسمای اشتباهه، حدسایی که دارید میزنید یا خطایی که میگیرید از چنل های تلگرام های دیگه، اشتباه دارم بهتون خط میدم، اشتباه. بچه من یه عذرخواهی هم میکنم، من خیلی خودمونی دارم ویدیو میگیرم میذارم تو یوتیوب. اگر میبینید ادیت نداره، فلان نداره، بیسار نداره، من دوست دارم این حسه خیلی آنستلی تر، یعنی ندارتر باشه بین ما. ولی خب اگر ببینم خیلی ها نوشته بودن که بابا یه ادیتور واسه خودت بگیر، بابا یه فلان بگیر واسه خودت، چشم، به روی چشم، هر چی جلوتر بریم چشم، من ادیتورم میگیرم. ببخشید من خوش شد گلوم، به خاطر اینکه سرفه نکنم مجبور شدم یه ذره آب بخورم. کجا بودیم؟ آره، این از جواب اون دوستانی که میگفتن تو داری از این خط میگیری، تو از اون داری خط میگیری.
ببینید دوستان، یه بخش دیگه که میگم توضیح بدم، کم کم بریم سراغ قسمت 80. من الانم که دارم ضبط میکنم پشت من هوا روشنه، ساعتم 4 بعد از ظهره، 4 ظهره. کشور انگلیس هم زندگی میکنم. به ساعت ما 6:30 پخش میشه قسمت 73. پس هنوز پخش نشده قسمت 73. من اصلا نمیدونم چی قراره بیاد، چی قراره تو تیزرش ببینیم و اینا. ولی خب اصلا دیشب توی باز گپ گروهمون که یه گپی هم داریم تو تلگرام، بچهای خودمونی میایم میشینیم اونجا شبا بازی میکنیم اینا، گفتم که آقا مثلا 90 چه اتفاقی میخواد بیفته، قسمت 90 و قسمت 80 چه اتفاقی میفته. قبلا هم گفته بودم و گفتم که به چه دلیل قسمت 90 هم این اتفاق میفته. بریم کم کم سمت این موضوع که روشنش کنم براتون. قسمت 80 یه سری هم گفتم آقا چرا اسپویل میکنه. آقا من ویدیو هم اولش گفتم اسپویل داره، چه میدونم پشت پرده داره، پشت صحنه ها رو مثلا اتفاقایی که افتاده رو میگم. شما دوست نداری ازم نگاه نکن، مجبور نیستی نگاه کنی. دوست نداری اسپویل بشم نگاه نکن. الان میخوام اسپویل کنم. اگر دوست نداری اسپویلی از قسمت 80 تا 90 بدونی، از این ویدیو برو بیرون الان لطفا. عرضم حضور شما که قسمت 80 همونطوری که ما قبلا هم اعلام کردیم، حذفی‌های قسمت 80 سیاوش و نگار داداشلو هم. خب طبیعیه دیگه. مثلا فینال ها ما قبلا اینجوری داشتیم توی فینال که آقا مثلا طرف اگر مثلا اون قسمتی بودش که قسمت 40 بود اگه اشتباه نکنم، زهرا تک دختر سینگل بود، به میلاد گفتن یه دونه دیگه چون این تک باید رای گیری انجام میشه، بلند شو بین کاپلا یه دختر انتخاب کن که رای گیری انجام میشه و بین 2 نفر انتخاب صورت بگیره که آقا کی بره بیرون. و میلاد ماهرخو بلند کرد. خب توقع ما میره که قسمت 8 هم همچین اتفاقی بیفته و حالا صاحبخونه پژی بیاد مثلا یکی مثل تنازو بلند کنه، ولی اینطوری نیست. کارگردان اصلا تصمیم میگیره رای گیری صورت نگیره، یا اگه هم بگیره اصلا کاری نداره، ولی صورت نمیگیره رای گیری. بدون رای گیری رای مستقیم خروج سیاوش و نگار داداشلو حذف میشن. این قسمت 80 تمام شده رفت. تا قسمت 80 چه چیزایی قراره ببینیم؟ همین 73 74 75 76. حالا من حتما قسمت 73 میبینم امشب و به ساعت فکر کنم ایران 12:30 لایو استریم میذارم. اونم سعی میکنم ضبط کنم، ویدیوشو آپلود کنم تو کانال یوتیوبمون اگر دوست داشتید. میخوام واکنش‌های مردم به درگیری بین علی و تناز بیارم بالا، صحبت‌های اونا رو بشنویم. اصلا خودم نمیخوام زیاد صحبت کنم، میخوام نظرهای مردم رو بشنویم بیشتر و شما نظراتتون رو تو کامنت ها بگید. اون موقع میگم چون هنوز نیومده، اگر بیاد فکر کنم 2 ساعت و ربع دیگه بیاد و ما حالا در انیوی من ضبط میکنم براتون میذارم. چی داشتم میگفتم؟ توی این قسمت 73 تا 80 چیزایی که میخوایم ببینیم بیشتر اینه. تنش‌ها خیلی بیشتر میشه، درگیری ها بالا میشه، دخالت شدیده و بجای، من با قاطعیت تمام میگم بجای و درست سیاوش، فشار درست سیاوش، چون 2 تا سه داشتم غلط میگفتم. فشار درست سیاوش روی رابطه زهرا و علی رو میبینیم که میگه اصلا خیلی رک بخوام بگم مفهوم صحبتاش به این سمته که آقا من قبول نمی کنم که این دوتا رابطه داشته باشن با هم. برای مثلا فکر کنم دیالوگایی هم در رابطه با علی بگه که مثلا
علی با ترانه مثلا چجوری ارتباط گرفته بود، رابطه علی و ترانه رو مثال بزنه، رابطه علی و زهرا رو مثال بزنه. و از اون به بعد میبینیم که گاردا عوض میشه دوباره، علینا میرن سمت کوبوندن سیاوش و تناز و شاهین و عوض شدن گارد و عوض شدن ساید امیر حسین رو میبینیم و سفدا کم کم دوری میکنن از شاهین و تنازی که حدودا 70 قسمت پشت هم بودن، 67 قسمت حداقل پشت هم بودن و امیر حسین سایدش عوض میشه کلا و تا 80 میبینیم این موضوع رو. خیلی زیاد میبینیم بچه ها. من دارم باز بهتون میگم خیلی تنش ها زیادتره، خیلی درگیری ها بیشتره. من از قسمت اگر اشتباه نکنم 21 یا 22 بود اومدم توی این اینستاگرام یه دونه استوری گذاشتم تو همون پیج عشق ابدی پارت، گفتم بچه ها من فقط توی این شرکت کننده ها چیزایی که به گوش من رسیده منتظرم یه شخصی به نام محدث ورود بزنه. به چه دلیل؟ چون میدونستم با اومدن چه اتفاقایی قراره بیفته. بچهای چنل تلگرام هم خیلی شاهدن که آقا این 10,000 بار اومده گفته بچه‌ها فقط دعا کنید محدثه بیاد، دعا کنید محدثه بیاد ورود بزنه و میبینید چه جنجالایی میشه، چه دعوایی میشه. شاهین ذات کثیفش رو نشون میده، تناز دفاعای بیجا و صف چسبیدن و حالت من نمیتونم حالا کلمات بچه‌ها یه جایی من نمیتونم زیاد به تناز یا نگار بکوبم، ایشون جنسیتشون دخترم، من پسرم، من مثل علی نیستم که بخوام توهین کنم به جنس مخالفم. خیلی یعنی واقعا دیگه به صورت خیلی زننده دیگه حمایت میکنه شاهینو، کورکورانه چه بگم، کم تجربه که ادعاشون هم میشه خیلی با تجربه هستن و دیگه بارها هم سوتی های خودشون تو همین ویدیوها رو ما دیدیم دیگه. قسمت 72 بود، عذرخواهی میکنم ببخشید بچه من کات نمیزنم اصلا ویدیو رو. آره قسمت 72 بود که دیدیم تناز چیز کرد که تناز اومدش و گفتش که آره من نامزد قبلیم هم همینجوری بود، میدونستم داره خیانت میکنه ولی حمایتش میکردم و اینجور حرفا. خب خواهر من ایرادم ازت گرفتم، گفتم خب همینه دیگه، طرف رو انقدر حمایت میکنی میبریش بالا یه جایی میرسه که دیگه دستت هم بهش نمیرسه. اینو بهش گفتیم تو ویدیو قبلی ها، یعنی ویدیوهای قبلی بهش پرداختیم و فوق‌العاده کارش اشتباهه، بیشتر از اینا میپردازیم بهشون. و سعی دارم بچه از این به بعد توی این چنل اگر موافقید اینو بنویسید واسم، لطفاً کامنت بنویسید که من بیام یه سری ویدیو هم درست کنم، دونه دونه نظر شخصیمو درباره شخصیت ها بگم، نقدشون کنم، کلا نقد و بررسیشون رو انجام بدم. آقا مثلا شاهین چه شخصیتی داره و پشت پرده هاشو بگم، سیاوش، نمیدونم تناز، نگار، هر کسی رو بگم جدا جدا. اگر دوست دارید بگید، اسم طرفم بنویسید اونی که دوست دارید. بعد آره تا 80 که توضیح دادم حدودا، تا 80 که سیاوش و نگار داداشلو حذف میشن، 90 به بعد یعنی تا 90 یه اتفاقایی میفته. خب بهتون رک دارم میگم، یه اتفاقایی میفته که کارگردان میگه اگر به این سمت سو بریم، تنها کسایی که جنجال دارن یعنی کاپلی هن که حاشیه دارن و حاشیه دارن میسازن اینجا، اگر ببریم تو رأیگیری حذف میشن شاهین و تنازه و کارگردان تصمیم میگیره قسمت 90 حذفی نداشته باشیم کلا. یعنی ما آخرین خروج، همونجوری که گفتم آخرین ورودی محدثه است به این برنامه، آخرین خروجی های این برنامه سیاوش و نگار داداشلو هن. و دیگه میره تا قسمت 100 که اون اتفاقای کذایی قراره بیاد که ما اسپویل گفتیم توی پشت پرده علی که اولین رنده رو زده بودیم ازش، گفتیم که آقا
اینا کارگردان میاد کسایی که از روز اول حذف شدن و به صورت یه سریاشون رو به صورت فیزیکی برمیگردونه سر صحنه برای رأی گیری، یه سریاشون هم فرشاد رو ببینید، من رک میگم مطمئن نیستم، یعنی یادم نمیاد اون دوست عزیز که بهم گفته بود چی گفته بود، ولی اینو مطمئنم که فرشاد حضور فیزیکی نداره، رأیش هم نمیدونم گرفتن یا نه، ولی بهار رو چون جزو فکتام بود و الهه و ببخشید بهار حضور فیزیکی نداره چون جزو فکتام بود، گفتم که با تصویری تلفنی میارنش بالا و میپرسن ازش و اون رأی رو به کی میده؟ کاپل برنده به علی و زهرا میده که همه پراشون میریزه، میگن خانم بهار شما اصلا تاریخ ورودت به این برنامه با خروجت به این برنامه هیچ جاش تداخل با علی و زهرا نداشته، یعنی شما علی و زهرا رو ندیدی، چجوری از دید شما کاپل برنده میشن؟ حالا یه سری هم من تو اون ویدیو گفته بودم کامنت ها رو خوندم، یه سری منطق دارن دیگه، میگن همین که به تیم کفدارا رأی نداده بسته، دمش گرم که به علی و زهرا رأی داده. آقا گاوبندی شده پشت پرده، این یعنی به شعور شما بر نمیخوره. بعد اونور کاپلای دیگه هم بودن که به طرف نگار مثلا میگم، چون این کامنت از طرفدار نگاره، من اینو دیگه آدم ساده نیست میفهمه دیگه، طرفدار نگار اومده بودن اینجوری نوشته بودن، من با اونا دارم میگم آقا چرا باید به علی و زهرا رأی میداد، به میلاد و محدثه رأی میداد دیگه؟ من اسما رو هم بخوام بگم کیا فینال کاپلا هستن دیگه، حالا البته گفتیم دیگه کیا میرن کاپل میشن دیگه، آخرش یعنی کاپلای آخر کیه. بهارن هم که گفتم، باگش هم گفتم و علی هم یکی دو جا تو این برنامه بازم سوتی میده، یه جاشو تو همین قسمت 72 سوتی داده بود، همین ویدیویی که دیشب اومد ازشون بیرون، گفت تو آلاچیق نشسته بودم میشه پسرا نشسته بود، گفتش آره که من از اینجا که حذف شدم تصویری با همه صحبت میکردم، تو زمانی که باشون با تصویری در ارتباط بودم همشون گفتن داداش ببخشید ما تو رو حذف کردیم، داداش ببخشید ما تو رو حذف کردیم، و به فلانی زنگ زدم، به بیساری زنگ زدم اینا. نفر بعدی و دوتا بعدی که من گفته بودم آقا باگ علی و چیزه زهرایی که رأی و گاوبندی بوده کیا بودن؟ دانیال و الهه. خانم دانیال و آقای خانم دانیال که ببخشید عذرخواهی میکنم سوتی من بود، من اصلا قصد توهین ندارم ببخشید واقعا ناخواسته بود. آقای دانیال و خانم الهه شما دیگه کم مونده بود چک و لغدی کنید همدیگه رو با علی، دادای وحشتناک سر هم میزدید که علی به تو برگشت و گفت بگی بخواب جمون هنوز خوابت میاد، یادت رفته بود خودتو به چی فروختی که اومدی قسمت آخر کاپل برنده علی و زهرا رو برنده اعلام کردی؟ که اتفاقا پری روز یکی از بچهای چنل ما لطف کرده بود، گفتش که آقا سامان دیدم تو پیوین پیام داده لطفا این لینک رو بزن روش، لایو چنل الهه است، برو تو سوال دارم مردم ازش میپرسن شاید به دردت بخوره. رفتم و من با یه اکانتی رفتم اون تو داشتم گوش میدادم، یکی اومد بالا ازش پرسیدش، گفتش که از الهه، گفت بچهای عشق ابدی با کدوماشون در رابطه؟ گفت من همشون رو بعد از اینکه دانیال رو حذف کردم دیگه همشون رو بلاک کردم. بعد یکی برگشت گفت میلاد چی؟ آره میلاد چی؟ گفت میلاد حالا قضیهش فرق میکنه، ما آشتی کردیم و اونو در آوردم بلاک. و یکی دیگه برگشت گفت آقا تو کنسرت علی دیده شدی؟ برگشت اینجوری گفت نه علی آخه یه خنده اینجوری کرد، صدایی که من شنیدم گفت حالا شما یه چیزایی در قسمت‌های آینده می‌بینید میفهمید که علی چرا ما با هم آشتی کردیم، ولی خب الان دوباره باز بلاک کردیم هم دیگه. من میدونم دیگه دعواشون شده بعدش، همونطوری که علی جان فیلم تو نشون دادم با یلدا تو پشت صحنه، همون تو بک استیج همون کنسرتی که رفته بودی تو استانبول
یلدا رو داشتی میبوسیدی، استفادهاتو ازش کردی، دنسرها رو مجانی واسط آورد، چون استریپ دنسره دیگه، که واسه ویدیو کلیپت هم حتی ازش استفاده کردی، الان کات کردید. من دارم جز به جز میگم، ولی همه چیزتو میدونم، همه چیزتو میدونم. و اگر دارم رود میگیرم چون آروم نمیگیری. من مشکلم با تو اینه، روکم دارم تو صورتت میگم، مشکلم با تو و زهرا اینه. وقتی من میگم ساید ندارم، وقتی شاهین رو با اون شدت میکنم، میگم ذات کثیفی داره که یه کمکی میکنی به یه دختر، میای میزنی تو سرش جلو جمعیت، تو پس تو اصلا بیذاتی و گردن نمیگیری، خیانت کردی. اونور تناز رو میکوبونم، اینورم نگار و زهرا رو میکوبونم. من ترسی ندارم، خورده برده ای هم ندارم. من میشینم اینجا و صحبتمو میکنم. کسی که دوست داشته منو دنبال میکنه، منم کوچیکشم. کسی هم که دوست داشته باشه میتونه منو آنساب کنه یا اصلا دنبالم نکنه. مشکلم با زهرا و نگار و اینا با علی اینه. با علی مشکلم اینه که شما نقش بازی کردی، تشت رسواییت قسمت 100 میخوره زمین، همه میفهمن که نقش بازی کردی، چگونگی رای گیری رو ببینن. و اینکه الان داری خودتو به آب و آتیش میزنی که چه میدونم سابسکرایباتو بیشتر کنی، چه میدونم بکن، هیچ کس بخیل نیست. بیا به قول خودت ریاکت برو به ویدیو، به قسمت ها توهین توش نکن، ریاکت تو برو. بی احترامی به کسی نکن، ریاکت تو برو. فوش نده به کسی، ریاکت تو برو. تو انقدر کمهوشی. مهراد اومد یه استوری نوشت ازت تشکر کرد تو زهرا، من ببین دارم بهت کد میدم. تو نگاه کردی سریع اد استوری کردی، داداش نوکرتم و قلب من یا یه قلب. انقدر حواست نبود بزنی دوتا استوری بعد که داشت تخریبتون میکرد و ببینی. بعد اونا رو بعد چند ساعت دیدی واسط فرستادن، دیدی رفتی زدی یارو رو آنفالو کردی. بعد به یارو ازش گفتی من تو رو آنفالو میکنم، اونا اومده بود 4 تا وایس داده بود، به سین کرده بودی جواب ندادی، اومدی جلو تو لایو گفتی مهرادم به من وایس داده، من خورده برده نه، من اینجا اعلام میکنم من فلان. نقش بازی کردن بسته. ببین این که داری خودتو میخوای سفید کنی نمیتونی. من پشت پرده‌تو گذاشتم تو یوتیوب و با نحوه برگشت به برنامه رو که چرا برگشتی، کارگردان چرا تو رو اینقدر دوست داشت، که به عنوان یه ایرانی چه میدونم تو اگر مشکل با دولتت هم داشتی میتونستی دولت قبلی که شاه بوده رو بگی، برگردی بگی پدر دوم من آتاتورک بوسش کنی. آتاتورک بسیار شخصیت مهمیه، قابل احترامه، ولی اون کارگردان به خاطر اینکه تو اون ویدیو اونجوری کردی هوا تو داشت، رفیق شد باد. حتی ورودی های قسمت دوم سیزن دوم عشق ابدی و 2 یا 3 نفرش تو معرفی کردی، لینک کردی. یکیشون که یلدا گفتم، 2 تای دیگر اسمشون رو فعلا نمیگم. میگم مشکل خیلی باد دارم، ولی کلا مشکلی بیادبی برای دیده شدن نباید حتما توهین کرد به کسی دیگه ای، نباید شخصیت یک کسی رو توهین کرد، نباید بولی کرد کسی دیگه ای و چهره طرفو یا خانواده طرفو. تویی که دم از این میزنی توی قسمت های هم میبینیم که سیاوش وقتی فشار بهت میاره میگی خانواده زهرا اوکی نیستن که من مثلا با این بغلش کنم بوسش کنم و اینا. امیدوارم خانواده زهرا شغل تو رو بدونن. اون بسته هایی که از ایران توی فرودگاه ما برگشت خورده، یه نفر یعنی 5 نفر و یه نفر، یعنی 5 نفر بعد یه نفر. ببین من دارم بهت کد میدم، اینا رو همه رو سورپرایز گذاشتم واسه ویدیوت. اینکه تو استانبول 2.5 سال پیش چه اتفاقی واسه تو افتاده بالاخره، و اینکه امضاهایی که تو آنتالیا هست بگذاریم اونا واسه ویدیوی خودت. مشکل من با تو خیلی زیاده و تو رو اگر دست رود گذاشتم به خاطر اینکه میخوام افرادی که همون ایرانیای عزیزی که ما داریم توی ترکیه
گول تو رو نخورن، همین که بفهمن تو علی نیستی، اسم واقعی تو روی کیملیکت، روی مدرک ترکیت بنیامین پاکزاده، همین مرا است. همین که به تو اعتماد نکنن سر ویدیوی خودت میگم که چی کارا کردی با مردم، با ایرانیای اونجا، با همین مظلوم نمایی. من پدر مادرم رو ندیدم، من اینجوریم، من فلانم، من میسارم. چه کارهایی ازشون خواستی و چه بلایی سرشون آوردی که 3 تا ازشون وایساشون هم هستش، ازشون اجازه میگیرم اگر اجازه دادن وایساشون رو پخش میکنم تو اون ویدیو. من با تو مشکلم اینه. من اینو دارم به اون کسایی که میگم آقا تو چرا گیر دادی به علی. و با زهرا مشکلم چیه؟ مشکلم با زهرا اینه که تا دیروز من میگفتم زهرا رو خواهرانه، یعنی دوستش دارم، میگم آقا به عنوان خواهر میگم آقا خواهر من نکن، اگر به خاطر $1000 $10,000 $30,000 نمیدونم هر چقدر که سهم تو بوده از اون جایزه، اومدی یه بازی رو رفتی توش که رزومه خودتو خراب کردی که بعدها میفهمی، ادامه نده این بازی، ادامه نده، چون به بیزینست هم لطمه میخوره. و امروز دیدم علنیش کردی، چنل تلگرام تو ادمینش رو دادی دست کسی که نگارم داده و جو دنیای مجازی، حالا این اینستاگرام و تلگرام رو انقدر متشنج کرده این فرد، شخصی که اسمش من دوست ندارم مثلا تو ویدیوم بیارم، ولی همتون میدونید ادمین نگار رو دارم میگم، همون خانومی که اگر بخواد چیز کنه ایشون هم واسه شون ویدیو میسازم و کامل توضیح میدم چی هست چه کارهایی کرده، برای چی تو زندان بوده تو ایران و الان چجوری آلمانه، چجوری تونسته برسونه خودش آلمان، دونه بدونه میگم. یه کدام واسه ایشون میگم که چه اتفاقی افتاد که شوهر سابقشون اتفاق براش افتاده. میام دست تو رو به خاطر اینه، یعنی مشکلم از اینجا به بعد با زهرا جان شما هم همینه، نباید ادامه میدادی و نباید این کارا رو بکنی. اگر شما مدعی این هستید که خانواده شما خیلی حساسن روی شما، نباید بری با کسی ادمینت کنی که داره به درست یا غلط، من کاری ندارم، هم تناز کارش بسیار چیپ و زننده است که به هم نوع خودش داره ضربه میزنه، هم این ور کارش بسیار چیپ و زننده است که داره به تناز ضربه میزنه. شما اومدید 100 قسمت نمایش بازی کردید، من دارم میگم نمایش بازی کردید، چون ریالیتی شو نبوده این برنامه، که این برنامه آبدوخیاری که به خورده ما دادن ریالیتی شو نبوده، بالا بریم پایین بیایم، این ریالیتی شو نبوده، همه دیگه رو میشناختن. بچه‌ها این بیسش رو باید بفهمیم، اینو باید قبول کنیم، ریالیتی شو این نیست. حالا میگم نونبری یه دختر از یه دختر دیگه، جفتتون تو مملکت غریب هستید، نونبری همدیگه رو میکنید، 100 قسمت برنامه است، یعنی کلا که الان هم امشب 73ش میاد، یعنی 27 تا قسمت دیگه شما میخواید جلوی این دوربین باشید. نهایت توی 27 تا قسمت تقسیمش کنیم، نهایتا 5 هفته دیگه شما مهلت دیده شدن دارید. تو این 5 هفته درآمد هر چقدر داشتید نوش جونتون از این اینستاگرامتون. بعدش دیگه مخاطبا رو دیدیم دیگه، الان هم همتون دیدید، زرنگ باشید، باهوش باشید، میبینید که همشون دارن کم کم میارنتون سمت یوتیوبشون، همه دارن چنل یوتیوب میزنن، کار اشتباهی هم نمیکنن، برید دنبال کنید، اوکیه، ولی افرادی مثل علی رو دنبال نکنید. خواهش من اینه. من مشکل دارم با علی. میگه چرا؟ من چون ویدیوشو وقتی بدم بیرون شما متوجه میشید این شخص چقدر دروغه، کیسش چی بوده توی ترکیه، همه چیزشو من میگم. خیلی صحبت کردیم، این ویدیو فکر کنم خیلی طولانی شد، امیدوارم که لذت برده باشید. پس ویدیو علی نهایتا تا 2 الی 3 روز دیگه آماده میشه، به من حق بدید، ممنون میشم ازتون تا اون موقع ما حسابمون رو به 1000 تا برسونیم، واچ تایممون رو 4000 تاشو پر کنیم، که اگر اون ویدیو رو دادیم بیرون این دوستان باز دوباره اگر خواستن از اون روش همیشگیشون که یه تیمی رو درست کردن
متاسفانه با ریپورت کردن این اون به زندگی های این اون لطمه میزنن. شاید یه آب باریکه‌ای باز بشه واسه کسی بخوان اونو ببندن و اون دوستانی که متاسفانه گولشون رو دارن میخورن و توی راه اونا قدم ور میدارن، حداقل من چنل اون 1000 تایی بشه خیالم راحته که حداقل من با یوتیوب یه وریفای انجام دادیم، یعنی یه مرحله وریفای انجام دادیم و یوتیوب یه ذره چنل منو سیفتر میدونه، زیتی با یه بادی خرابش نمیکنه. دوستتون دارم. اونایی که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردی واقعا ممنونم ازتون. بازم اینجا تشکر میکنم از همتون. من تعداد زیادی شاید نباشه، مثلا 200 ساب، واسه من خیلی زیاده، واسه من خیلی زیاد. توی 3 ساعت 200 تا دونه، توی 3 ساعت 4 ساعت 200 تا دونه، 200 نفر عشق به من انرژی دادن، اومدن ساباشون نشسته. میگم بیشتر از اینا بوده، من میدیدم میرفت تا 240 250 دوباره میومد پایین، میاد تا 170 دوباره میرفت بالا. میگم فوق العاده اید، فوق العاده اید. ممنون و متشکرم کسایی که به من انرژی دارید میدید، حمایتم میکنید. چنل تلگرام بچه‌ها توی دیسکریپشن همین چنل هستش، سعی میکنم توی دیسکریپشن این ویدیو هم بذارم، ولی خب اگر نیومد توی دیسکریپشن چنل هستش. اگر میگه چجوری پیدا کنیم، اون پایین ویدیو، الان پایین این ویدیویی که دارید ببینید عکس پروفایل بنده هستش، پروفایل چنل سامانشو 1. بزنید روش، چنل که باز شد میرید روی قسمت همون صفحه اصلی چنل، اون بالا یه نوشته هستش و لینک و ایناست، بزنید. وقتی که باز میشه اون سیمو رو که بزنید، لینک اینستاگرام و تلگرام لینک روی چنل یوتیوب. بیشتر از این اذیتتون نمی‌کنم، سرتون رو درد نمیارم. میرم که ایشالا ویدیو این قسمت بیاد، بشینیم ببینیم اول خودمون، بعد با مردم بریم ویدیو ریاکت مردم به اتفاقات حالا این قسمت رو میگیرم. من سعی میکنم خودم زیاد صحبت نکنم تو اون ویدیو، نقدش کنم، میذارم نقد و این دفعه پای مردم ببینیم قسمت 73 و مردم چجوری نقد کنن. آیا شما دوست دارید یا نه؟ اون ویدیو هم بعد این ویدیو اگر آپلود شد، حالا به فاصله 2 ساعت 4 ساعت 5 ساعت، دوست دارم ببینید، دوست دارم نظراتتون رو بدید. اگر موافق اون دوستانی هستید که میان بالا نظر میدم بگید چرا، اگر مخالفید بگید چرا. فقط در کمال ادب و احترام با هم دیگه صحبت کنیم. ما هممون انسانیم، دارای شخصیتیم، لطفا به هم دیگه بی احترامی نکنیم. بوس بهتون.